برای کسانی است که این شرمنده خودم هم ویدیو میپرده خودم هم گپای تو توالت ویدیو میپردم بچا اینستاگرام برای چی خودم نمیپردم توالت نمیپردم کجا پردم پیش تو بشین خواهرم من از پیش کو چیزی نمیگویم. الله تعالی در آیه 33 سوره احزاب میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. و در خانه‌های خود بمانید و مثل زینت نمایی عصر جاهلیت پیشین زینت ننمایید و نماز برپای دارید و زکات بپردازید و از خداوند و رسولش فرمان ببرید. مگر همین از بندگی شما؟ چرا از الله و رسولش فرمان برداری نمی کنید و خود را در شبکه‌های اجتماعی با نمایش می‌گذارید؟ حیف شما بر این زنان مسلمان، خودتان را میلی اما ستر و حجاب را شرمنده و بی ارزش کرده اید.